حالا ما در خط سیر رقم 2 قرار داریم و امروز بخشیده به 26 سالگی تأسیس یابی بانک اسخات سفر رایگان تشکیل شده است و ما بابت اونه که این اقدام رو مردم چگونه قبول میکنن اندیشه‌شون رو پرسون میشویم. البته که یکمین بار دیده ایستادم که مقصدم خیلی اقدام شود. این اقدام البته که باز هم شود، باز خیلی بعد آدم و مردم یعنی که کمک داده شود، البته که این فایده همین آدم ها می باشد. دستگیری ناست برای خلق، برای جمعیت باز چیز همین رحمت شما بود. این غمخوری است برای مردم، برای همین انسان ها، برای همین مردم، برای همین آدم ها یک غمخوری است، یک دلسوزی هست، یک یاری هست. میگه این شکر کنندر کو رحمت گفتندر کو که ما صد ها مرتبه رحمت میگم برای همین مردم که همین وقت خود جدا کرده برای مردم همین نیکی کرده. بانک اسخاتga mana 26 yil bo'libdi, tabriklaymiz. Bundan baqa ham omadinglarni bersin, rahmat kattakon. بگذار رشد کنند، باز هم مشتریانشان زیاد شود، اقدامشان درجه اعلا. ما همکاری میکنیم بانک اسخات کتی. این اقدام هم بهای اعلا داده میتونم، چون من در ترینینگ های بانک اسخات اشتراک نمودم و از این بانک آگاه هستم، قدرت آن رو میدونم و برای پیش رفتن اقتصادیات کشور سهمی باسازا میگذارد. البته بانک اسخات بسیار من رو جشن دارد، 26 سال شده است. مردم از این بسیار باوری ناز میخوام همیشه دوام داده، همیشه اپی مردم شو، مردم بسیار خرسنده است. خیلی ما نکن میشنیدم، میدیدم، خرسند میشدم. دیگه امروز من خودم با چشمم دیده ایستادم. رحمت همش به منادار. اقدام کاروان اسخات نه تنها در شهر خوجند بلکه در دیگر منطقه‌های کشور جریان دارد. از ساعت 6 صبح تا 8 بگاه یک عدد نقلیات مسافری برای رقم 2 و یک اتوبوس خط سیر رقم 3 برای اهالی ولایت رایگان خدمت رسانیدند. بهره سلامتی آنها باشد نخودهای طبی رایگان تقسیم کرده شد. با گفته مسئولین این بانک تا امروز در سطح جمهوری زیاد از 5000 عدد نقاب طبی و در ولایت سوق باشد 1200 عدد نقاب رایگان به اهالی تقسیم گردید. مردم ولایت اقدام کاروان اسخات را خوب قبول نموده تاکید داشتند که این گونه مهربانی ها برای اهالی زیاد کرده شود. سال سوم است که بانک اسخات این اقدام را برای اهالی کشور ادامه میدهد. همچنین بخشیده به روز تأسیس بانک اسخات اقدام های دیگر نیز جریان دارد. جمعه ایدانه اقدام دیگر این بانک به حساب می رود. در دایره آن سنه 27 نوامبر 12000 نفر برای گرفتن کارت ملی مراجعت نمودند. اکنون این مراجعت کنندگان کارت های ملی رایگان را بخشیده به سنه تأسیس یابی بانک صاحب خواهند شد. مسئولین بانک گفتند که کارت ها در عرفه آماده شوی قرار داشته روزهای نزدیک به صاحبانشان تقدیم کرده می شود. همچنین شهروندان امکان داشتند که با فایز ایدانه تنها یک روز پس انداز مهلتناک ذخیره شونده را کشایند. اقدام جمعه ایدانه ادامه داشته مشتریان بانک امکان دارند که هنگام پرداخت در نقطه‌های سودا و خدمت رسانی 2.7% کشبک به دست دارند. این اقدام هر هفته روز جمعه جریان گرفته تا آخر سال 2020 ادامه می‌یابد. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.